روند تشکلیابی ملت تاجیک حادثه طولانی بوده و برای به انجام رسیدن آن عنصرهای زیاد به کار گرفته شدند. هنوز در آستانه هجوم عربها روندی در یک خلقیت تام متحد شدن قومهای شرقی ایرانی شروع گردیده بود. خصوصا زمان حکومت‌های ساسانیان و هیتالیان با مهیا گشتن بعض شرایط‌ها این روند با سرعت جریان داشت و یکی از پیامدهای مهم سلطنت هیتالیان سرعت بخشیدن به روند اتنیکی محسوب می‌گردید. سوغدی‌ها، تخاری‌ها، خوارزمی‌ها، فرغانی‌ها، خراسانی‌ها و سکایی‌ها و پارت‌ها خلقت‌هایی بودند که هزار ساله قبل در سرزمین اجدادان خود عمر به سر می‌بردند. این خلقت‌های شرق ایرانی گرچند که برآمد یگانه داشتند و ارتباطی نزدیک داشته باشند هم هر کدام فرهنگ و سنت‌های خاص خود را داشتند. زمانی که حاکمیت خراسان و ورزرو در دست سامانیان قرار گرفت، تشکلیابی ملت تاجیک انجام یافت. عامل‌های زیرین برای تشکلیابی تاجیکان همچون ملت واحد مساعدت کردند. نخستین عامل وحدت آفرین در حدود یگانه سرجم آمدن خلقیت‌های سوغدی، تخاری، خوارزمی، فرغانی، خراسانی، پارتی و سکایی بود. شهر و منطقه های مهم چون سمرقند و بخارا، چاچ و کش، استرافشان، خوجند، خوارزم، فرغانه، تیراز، اسفجاب، شومان، جغانیان، ختلان، بلخ، هرات، غور، کابل، غزنین، مرو، توس، نیشاپور، سبزوار، ری مسکنگاه اجدادان تاجیکان در قلمرو یگانه سامانیان به هم آمدند. میان این منطقه ها غیر از ارتباط سیاسی اینچنین روابط اقتصادی، مدنی و اتنیکی پیدا شد. دومین عامل پیدا گشتن زبان یگانه بود. قبل از پنجشنبه اسلام هر قوم با زبان و لهجه های خود حرف میزد. زبان فارسی برای تبلیغ اسلام میان اهالی آسیای میانه نقش مهم میبازید. با آمدن اسلام دیگر شرایط برای رشد زبانهای محلی باقی نماند. هرچند اهالی بخارا با زبان سوغدی تکلم نشان میدادند هم با نوشته نرشخی در ابتدای کار در بخارا قرآن را با زبان فارسی می‌خواندند. فارسی نو بیشتر در شهرها جاری گردید و در عصرهای من بعد هم در گوشه و کنار و روستاهای دوردست مردم هنوز با زبانهای محلی گفتگو می‌کردند. عامل سوم پیدا شدن رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی میان مضافات‌های گوناگون قلمرو سامانیان بود. با مهیا گشتن امنیت و آرامی امکان برقراری رابطه‌ها میان قوم‌های این سرزمین پدید آمد. زیاد گشتن رابطه‌های خویش‌وتباری و نکاح‌های بین خلق‌ها نیز حادثه معمولی شد. اگر در رفت ضبطگاری خود عرب‌ها از ضدیت و دوری منطقه‌های آسیای میانه استفاده برده باشند، پس در جریان این مبارزه‌های آزادخواهانه این مردم علیه عرب‌ها یگانگی به مشاهده می‌رسید. عامل چهارم در اساس دین اسلام تشکل یافتن عرف و عادت‌های تاجیکان و در اساس دین یگانه متحد گشتن اکثر فارسی زبانان به حساب می رفت. زیرا چه طوره که می دانیم تا آمدن عرب ها و پنج شدن اسلام اجدادان تاجیکان به دین و آیین‌های گوناگون عقیده داشتند. همین طور در عصر 10 روند طولانی تشکلیابی ملت تاجیک به انجام رسید. از میانه های عصر 11 بعد این عمومیت عظیم اتنومدنی نام تاجیک را گرفت.